دوستان خواستم بهتون فیدبک بدم در مورد سرویس GLVs که خواستم بهتون بگم که من یه سری مشکلات که داشتم هنوزم میبینم که این مشکلات وجود داره. همونطور که میبینید این سرویس GLVs روی تلویزیون اسمارت تیوی هست. کیفیت فوق العاده فول اچ دی خوب MBC پرژیا الان هست، ولی الان اگه اصلا توجه بکنی، من اگه برم رو شبکه ورزش HD اصلا HD نیست، کیفیت حالت 360 پیکسلیه، فوق العاده پایین، و شبکه IRB3 هم که میزنم قطع. بله این شکلی. این از سرویس GLVs. من یه 2-3 سالی بود که این سرویس GLVs رو بایکوت کرده بودم و الان برای ایشین کاپ، جام ملت‌های آسیا، یک ماهی آبونمان رو چیز کردم بهشون، گفتن یه شانس دیگه بهشون بدم. میبینم که هنوز همینجوری سرویس آشغال تشریف دارد و بنده بسیار خوشبختم که یه 2-3 سالی بود بایکوت کرده بودم و بعد این یک ماه هم تمدید نخواهم کرد. همیشه مشکل داره این سرویس GLVs و اینا کیفیت پایین، اینا که قطع. به من نگید که سرویس اینترنت تو مشکل داره، به دلیل اینکه کیفیت اینجا مثلا من الان برای تو MBC پرژیا رو بزنم قشنگ فول اچ دی خیلی هم بدون مشکل داره نشون میده. پس مشکل از خود سروراشونه و غیره.